سلام خوش اومدید به دوم ویدیو لانگ چنل من. امروز میخوام بهتون یه مود رو معرفی کنم که همه چی رو براتون باحال‌تر میکنه. بریم جلو، بیشتر میفهمید. لایکو بکوبید و بزن بریم. خب اول از همه نگاه کنید، شما قبل از اینکه این مودو میزدید بزنید، اصلا همچین عددهایی روی ایونت هایتون بود یا نه؟ نبود دیگه. بعد از این موضوع احساسم میکنم اینا یکم عوض شده رنگش، حالا نمیدونم، باز بمانه. نگاه کنید، بذارید اولا که اینجا این شکلی شده، خیلی باحاله نظر من. یه همچین چیزی اضافه شده، نفهمیدم راستشو بخواید چیه، دروغم چیه. خب نفهمیدم، چستاتون عوض شده، این شکلی شده حاجی. نگاه کنید، بذارید درتون تست کنم. ببینید الان این یه دونه چستتون، دوتاش میکنید سبز میشه، خیلی باحاله. دور اورا دوگیری شده، یعنی این یه سری جاواست فکر میکنم، این جاوا میمونه. بعد دیگه میبینید الان دور این مثل دور اون زغاله که بهتون نشون دادم. دیگه چی بهتون بگم؟ ببینید الایتراتون این شکلی شده. نگاه کن، حالا من پشتم اینطوریه، الایتراتون اینطوری شده، سیاه شده، قبلش بنفش بود دیگه. بعد توتمتونم یه رنگ دیگه شده، نگاه کنید، بذارید بهتون نگاه کن. توتمتون چشاش قرمز شده، وای. شمشیرتون کوچولو شده، کلاهتون مخصوصا کلاه طلاتون عین تاج شده. اینو نگاه کنید. چی بود اسم اینا؟ تلسکوپتون چی بود؟ تلسکوپ بود چی بود؟ همون اونتون. نگاه کنید طرحش گوگلی شده، خدا وکیلی. نگاه کنید، این از تلسکوپتون. این از این چیزا که باهاش XP دریافت میکنید میگیرید. اینتون این شکلی شده، این شکلی نبود دیگه، خدا وکیلی این شکلی نبود دیگه چی بهتون بگم؟ رنگ چرمتون عوض شده. ببینید یه تیر بهتون اول اضافه شده که خودم نمیدونم هنوز کاربردش چیه. رنگ چرمتون عوض شده، نگاه کنید. اینتون اسمش چیه؟ بذار چرمتون رو بیارم. قبلش درتون، نگاه کنید درتون رو شیشه شدن، نگاه کن. خیلی دقیقه تو نگاه کن، یا شیشه هست. اگه میخواید پشت در ببینید دیگه اونقدر اذیت نمیشید که وقتی میخواد چیز کنید. اینو نگاه کنید، پشتش کاملا شیشه است، یعنی میتونید از پشت ببینید. خیلی باحاله. ترپتوراتون هم همینطوریه، نگاه کنید، میبینید رنگ ایناتون هم عوض شده، اسمش حالا من نمیدونم. رنگ اینا هم عوض شده، نگاه کنید آخه چه خوش رنگ شدن. خدا وکیلی رنگ قبلشون خیلی خوشگل ترن دیگه، نیستن. دیگه چی بهتون بگم؟ این همونه که گفتم نمیدونم چیه، بلاکشه. دیگه میخواستم بهتون چرمو نشون بدم، نه بذار چرمو گیر بیارم. این برق میزنه، اینم نمیدونم چرا دورش اینطوری شده، واقعا دلیلشو نمیدونم. یه چیزی نشونتون بدم اصلا حال کنید. نگاه کن، من الان میخوام یه زامبی اسپان کنم بدون هیچ مود دیگه، یا همش روی همین موده. نگاه کنید لباس داره، بذارید خیلی باحاله. بذارید دوباره چیز درخت یه دونه اسپان کنم براتون، میبینید الان لباس داره. نگاه کن، اسکناش هم مختلفه ها. مثلا نگاه کن این فرق داره، یکی دیگه است. خیلی خفنه. دیگه چی بهتون بگم؟ چرمم قهوه‌ای شده، یعنی ببینید مثلا شما چرم قبلا چیز بود. بذارید ببینم کجاست چرم، پیداش کنم. حالا پیداش نمی کنم، مهم نیستش. رنگش عوض شده.
بگذاریم. نگاه کنید شیشه هاتون تو رو خدا. نگاه کن، شیشه معمولیه ها، نگاه کن اصلا معلومه این شیشه است. نگاه کن بذار من یه خونه الان همینطوری اینطوری بسازم. خونه که نه، یعنی مثلا اینطوری باشه. چه خوش رنگم هست. بعد نگاه کنید الان اینو میذارم. خدا وکیلی خیلی شفاف نیست. از کجا میخوای آقا؟ یعنی فقط اگه این خط نبود اصلا معلوم نبود این شیشه است. یعنی میشه ازش به عنوان بلاک نامری استفاده کرد. اینا هم همینطور. این از اینا بذار یه بار دیگه چیز کنم. نگاه کن به جای اینو میذارم. اینم همونه. خیلی خفنه ببینید. یعنی من تا دیدم گفتم بیام به شما چیز کنم. یه بار دیدم وسایلشو. بعد دیگه چی داره چستو که بهتون گفتم. همه چی فکرم بهتون گفتم نه. بذار ببینم چیزهای جدید اضافه شده بود. خیلی باحاله. تازه بذارید سروایول کنم اونم میبینید الان. اینا رو همه رو خودتون ببینید. من الان دونه دونه چیز میکنم براتون ببینید خودتون. اگه چیزی اضافه شده منم نمیدونم. آها ببینید الان اینم دورگیری داره. نگاه کن آخه نگاه کن. خدا وکیلی نگاه کن. حاجی افتاد زمین غیب شد. دیگه میشه زینب غیب میشه. آره این از این. حالا منم براتون بیاید اینم چرم. منم براتون سروایولم میکنم شما ببینید دیگه. ببینید الان من سروایول میکنم. ایکس نگاه کنید چه ایکسیش خوشگله. 7 رنگه. الان مثلا این موقع رو میکشم دکه. چه ایکسپیاش خوشگله. وای فداش بشم من. خیلی دارم احساساتی میشه. میبینید تو خدا یعنی خیلی باحاله. یعنی من تا دیدم گفتم میام به شما معرفی کنم. نه دومین بار فکر کنم دارم بهتون میگم. ببین من چقدر شما ها رو دوست دارم. ببینید تو رو خدا. ببینید زغال. این از زغال. الان میتونم اورا رو خودم بهتون نشون بدم. صبر کنید بذارید من کریتیو کنم دوباره. من جاوا دیده بودم ولی تو بدراک واقعا ندیده بودم. خدا وکیلی ندیده بودم دیگه. دروغم چی. الان مثلا کجاست اورا؟ اینجا باید باشه دیگه. من پیدایش میکنم. آره ببینید این که آیرون، این گلد، این دایمند دیگه. اینا رو نمیگم خودتون ببینید دیگه. زغال، مس، امرالد، چی بود اینا؟ از اینا اسمش حال یادم نیست. گلد نمیدونم. آیرون، طلا، دوباره دایمند، لپیز، از این حرفا. یعنی ببینید یعنی الان بیاید نگاه کنید. ماه، غروب خورشید چیز شده، مربع شده. مگه خورشید چیز نبود؟ نگاه خدا رو خدا خیلی خوبه دیگه. نگاه کنید این خورشیده ماه هم مربع شده. یعنی اصلا یه چیز عجیبیه. اسم مودم اینجا بهتون میگم. اگه خواستید اسکرین بگیرید، اگرم نخواستید اسمش رو تو دیسکریپشن می نویسم. کپی کنید برید توی این برنامه که الان بهتون نشون میدم. بزنید سرچش کنید میاره براتون. خب بریم سراغ عکس چیز مود. بذار بیارم براتون. برادون اینجا هست اصلا. آره همین. نگاه کنید این اگه خواستید عکس بگید. بعد اسمش هم براتون تو دیسکریپشن می نویسم. دیگه نمیدونم چی بگم. لایک و ساب و کامنت فراموشتون نشه. من که این همه براتون زحمت کشیدم ویدیو گرفتم این مودو گذاشتم. لایک و ساب و کامنت یادتون نره. و دیگه بای بای. و بچه ها یادم رفته توی یه چیز دیگر رو بگم. ببینید
الان من سروایول میکنم، هانگرم هم تغییر میکنم. هانگر بود اسمش چی بود نگاه کنید. بالا عکسش انیمیشنش تغییر کرده، خیلی باحال شده. الان کریتیو کنم این زامبی نبودن بکشه. یه چیز دیگه هم دیدم برام خودم عجیب بود، همین الان فهمیدم راستش بخوای نگاه کنید. من رفتم تو چت صبح کنم یه دفعه اینو دیدم و الان فهمیدم. ببینید الان مثلا این تایم، الان من اینو بزنم چه دی، همینطوری به ترتیب اینا میره مثلا. نگاه کن خیلی باحاله. خلاصه که گفتم مودم براتون تو دیسکریپشن میذارم. بای بای.